سلام بچه، من علیرضا هستم با ماهان. بچه این ماهان منو بدبخت کرده، سلام نده. این میزنه بیرون. ایران نداره. ماهان بزن سری شارژ روشن کن بیا. بچه رفتیم تو ماینکرافت. بچه ایوانم تو خود. بچه امروز میخوای من یک وسیله به شما یاد بدهم که مثلا چی کردم. وسیله نه، میخوام با ماهان امروز هدفم یه چیز آسون باشه. چی؟ دایمند که واقعا سخته، ساختن پورتال ندر. آسونه، کم آبا سطل آبا کم چیزای دایمندی. همین نه سطل آبا لابا سخته. پیدا میکنیم، میریم تو قاب پیدا میکنیم. بچه ویدیومون همینه. خب میخوام این پورتال و یکم لوت کنیم و برگردیم. این پورت میتونیم یک کوچولو مثلا مردی غیر جوری کنیم بیایم اینجا. شروع میکنیم. بچه ماهان میای تو بازی من، تو مپ من. میای تو مپ من. خب سیم منو بردار. کلگی نه، سیم من. کلگیش هم باشه ولی سیم من. کلگی چازرم بکن. کلگی اونو بزن. بچه یه لحظه وایسیم. شارژر پیدا کنیم. برو انسان شارژر دیگه نداری. برو آنلاین برو بپرسیم. فاطمه کجاست؟ گوش کن. بچه وایسیم برای این جسته بود. بچه وایس بچه من بچه یه سوال من پیج بذارین، کامنت کنید و دیگه ماهان بیا پشت هم بریم بازی کنیم. بچه وایس ببخشید معطلشون کردیم. شیشه اونو بزن به چهار گوشید. خب بچه ها ویدیو بچه ها میدیم. من براتون توضیح میدم. اون یکی بزن شارژر. اون یکی بزن. ویدیو اینه که پورتال بسازیم و پورتال بسازیم. این وسیله جمع کنیم و همه جا بیایم خونه. همین شارژر همینو بزن. خب بچه من میرم تو بازی. آقا ماهانم که بیاد. من میرم تو بازی اینجا که میبینیم. میخوام چند نقطه بهتون یاد بدم به نوبا. ببخشید ناراحت نشین. اینو میبینید. این مپه من رفته بودم دایمند آورده بودم که مردم. واقعا ناامید شدم. ولی این دفعه اومدیم یکم خوش بگذرونیم. ماهان آماده ای؟ رفت تو بازی؟ خب بیا تو مپ من. خب بچه ماهان میخواد بیا تو مپ من توی ماینکرافت.
کرافت که میگی ماریو. بچه ها امکان داره این ویدیو زودتر تمام شه بچه چون گوشی من 1% و تو شارژه و به زور دارم تو شارژ بازی میکنم. اگر امکانی داشت ما رو ببخشید. آقا من ویدیو گرفتی و چیزی نیست. نه گرفتی. بله اینجا ما میایم بیرون. من نیومدم. پس مهان جان تو باید بیای تو مپ من. چجوری بهتون بده؟ الان بهتون میگم. شما به من وصل میشین و میای داخل مپ من. بچه لطفا کامنت لایک یادتون نروه. آقا اگه این لایک به 40 تا برسه 40 تا 400 نه 100,000 تا برسه 100 تا برسه این ویدیو به 100 تا برسه یه روش به لباس گذاشته بهتون یاد میدم. آره اما اگر این ویدیو 1000 بچه ها ماهان نمیتونه بیاد من تکی انجام میدم تا شارشه ولی ماهان که نمیدونم کار ساعت کنه. ماهان جان بیا جای بعدی اومدم و یه از استوب میکنم. بچه ها اومدم سراغ ویدیو. بچه ببخشید نمیدونستم بیام و این نمیده تو چنلمون یعنی ماهان یه چنل نیست ولی کمک این تو چنل نمیره و میره تو آنجوری یه ویدیو عادی. اما هر وقت من بیام و علی باشه میره تو چنل اصلی. ما 2 تا چنل داریم، یکیش تو یوتیوب یکیش تو اینستا. تو یوتیوب فقط باید ببینید علی سابسکرایب با ماهان. توی اینستا بزنید ماهان آجی سوختم منو زد ترکیدم. به هم به ترکی بهتره. بیا بچه میخوام نه بچه منو ببخشید نمیتونم ماینکرافت براتون پلی بدم. میخوام یه وسیله بدم که برای جای لباس مهانم که رفت ولی تو همین خونه خودمونه. میخوام یه جای لباس بهتون یاد بدم. یه بلاک میاریم. نه پیداش کنم حله. یه دونه از اینا میاریم و یه دونه خود جای لباس اینجاست. ای گاشی دیوانه همین اینا میاریم و این مودم نیست و آسونه اینا میاریم با یک دانه آب سطل آب همه سطل آب یک دانه یه دونه سطل آب میاریم. من میخوام بهتون روش لباس یاد بدم چجوری لباس رو قشنگتر بذاری. چون آقا ماهان نیومده نمیتونیم ویدیو بذاریم و من رو ببخشید. اینجا گوش کنید. اینو میزنیم اینا بچه یه زنی اینجا کنه بچه رازو بایستیم
خب بچه وایسین. بچه همینا رو میخوایم. تمام. اینا رو میخوایم. یک دانه از اینا میداریم. کنارش نه. کنارش از اینا. دوباره این بار اینجا از اینا. از اینا. از اینا. الان اینا رو میبینید. اینو که الان اوکی کردیم. اینو بالاتر این لباس باشه. خب اینا رو میکنیم. اینا رو کندیم. نه باید این رو بروش باشه. وقتی اینا رو کندیم یه بیچ اینجا این فقط مایکرافت و تنج ما هم بازی میکنم. اینا رو میزنیم و اینجا میاییم بالای این هیچ نمیذاریم میمندیم، اما میاییم روش میشینیم. نه ببخشید وای خراب کردم. یه سطل بردار سطل. آقا چرا سطل برمیداری که؟ با سطل نباید میشه. سطل نه. خدا ازش کرده گن زد. یعنی گن که زد ولی بدم زدم روی بدم زد. بچه باشه ولی اشتباهی کار غلط کرد. بچه من یکی دیگه بسازم براتون. این چیزی میکنیم سری میذارم براتون. یکی ده بلاک میذاریم بالاتر از این. نه دقیقا یکی دقیقا همین بلاک باید باشه. فرق دیگه نباید داشته باشه. یکی هم اینو. تمام. روش آب میذاریم اینجا یه حباقه میشه. حالا یک دو سه 4 5 6 تا بلاک میذاریم به همین سادگی. بغل این حالا بالای این بلاک بیزاریم. میام از این پایین این بلاک زیرشو میکنیم. اینجا یه بلاک بیزاریم. اینا میبینی یا آب شده. حالا بچه کافیه اینو بذاریم. نه بچه خیلی ریسکی. بعد نیا کنید الان شما اینجا لباس دارید. راحت میتونید اینو برید بالا و اینم میکنید. تمام. لباسشو میذارید توی این آبه بذارید که انگار یه شیشه است. خیلی خفنه. ممنونم از ویدیو ماهان و علیرضا. من نبودم این دست داره.